است. حافظ کل قرآن آمد شروع کرد به این که هور چی است. من ازش پرسیدم، گفتم سوره نبع آیه 33، هر آیت 33ش الله وعده داد از زنان را برای مردانی که در راهش قتل میکنن طبق سوره ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله. برایشان وعده داده که من براتون زن میتم با معذرت از دوستان نازنین. و در مورد قسمت های بدن مثلا پستان زنان و کیفیت پستان زنان برای مردان بهشتی وعده دادم. من گفتم امین آیت را به دختر 12 ساله خودت با کدام جرأت با کدام اخلاق توضیح میدی؟ حافظ کل قرآن دوستان بودن در لایو، حافظ کل قرآن اقرار کرد که قرآن برای اطفال نیست، مثبت 18 است این کتاب. فکر کنید. بعد آمد بالای واژه نکاح. من گفتم 72 زن در خدمت شما در بهشت است، این اخلاقی است برای شما، ما با اونا نکاح میکنیم. گفتم بله من میفهمم که نکاح میکنین، ازدواج نمیکنین، فرق بین ازدواج و نکاح را میفهمید، اما خواست که مالکشی کنه. خب میفهمین که نکاح چی معنا میده؟ همگی میفهمیم. ما دیگه اینجا باید بشرمم که بگویم نکاح چی معنا میده. من واقعا رو نمیشه بگم، یه معنی خیلی خیلی زشتی داره. بله دوستان میتونن سرچ کنن و ببینن که نکاح چی معنا میده. من دیشب در لایو خودم به نمایش گذاشتم این واژه نکاح را و تمام معانیش را، همون جایی که شیعیان تبلیغات دارن ویکی شیعه است و همان جایی که همیشه دانشمندایشون دانشمند هم دارن اینا پست میگذارن و مطالب خود مقاله‌های خودشون رو نشر میکنن. الان میان چی میگن؟ خب نکاح یعنی همان که تو میگی، چی اشکالی داره؟ گفتم زن شما، خانم شما وقتی خطبه نکاح را باز میکنه میگه من مریم نام در برابر پول تعیین شده به این اندازه تومان یا ریال خودم را به آقای احمد و فلان کار میتم. گفتم دخترتو اگر چنین خطبه را بخونه براتون مرد که شما خب ناموس دارین، غیرت دارین، شما ناموس را میشناسین، شرم‌آور نیست که دخترت خودش را پیش روی جلوی چشمایت میفروشه.